بررسی پرونده چهره‌های شناخته کشور که با گمان کوشش غصب قدرت و خیانت به دولت دستگیر شدند امروز 21 نوامبر در بازداشتگاه شهر دوشنبه ادامه یافت. به این مرافعت تنها وکیلان دفاع گمانبران راه داده شدند. نزدیکان بازداشت شده ها و نمایندگان رسانه های خبری به دلیل مهر مخفی داشتن پرونده نتوانستند این بار نیز در مرافعه اشتراک کنند. از وکیلان دفاع گمانبران کسی حاضر نشد با رسانه ها در این باره صحبت کند. به اطلاع یک منبع آگاه از قضیه که نخواست نامش برده شود، در مرافعه امروز سید جعفر اسمانوف، اکبرشاه اسکندرف، احمدشاه کاملزاده و شاکرجان حکیموف بازپرسی شده اند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، بازداشت شده ها بر اساس 4 بند کادکس جنایی 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی، 247 قلابی، 305 خیانت به دولت و 306 تلاش برای غصب قدرت عیبدار می شوند. بازداشت چهره‌های شناخته در ماه ایون امسال پس از دستگیر شدن سید جعفر عثمانزاده آغاز شد. عیبنامه بازداشت شدگان از 10 تا 20 سال زندان و یا تا حکم ابد را با مصادره اموال پیش بینی می کند.